صدها تن از جوانان، بزرگان قومی و علمای دینی در ولایت غزنی با برگزاری یک راهپیمایی گسترده حملات رژیم نظامی پاکستان را محکوم کرده و حمایت قاطع خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعلام کردند. اشتراک کنندگان این راهپیمایی تاکید کردند که رژیم نظامی پاکستان توان مقابله مستقیم با نیروهای دفاعی افغانستان را ندارد و به همین دلیل مناطق مسکونی و غیر نظامی آن را هدف قرار می دهند. به گفته آنان چنین حملات نقض آشکار اصول انسانی و قوانین بین المللی به شمار می رود. معترضان در جریان این تجمع همچنین از شجاعت و فداکاری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور قدردانی کرده و با اهدای گل از آنان حمایت کردند. من با کورنۍ شهیده وې، نن که مې یو ماشوم شهیده وې، نن به دې بیا رمباړې وځي، نن به دې بیا تر اته کټه ځغلی انشاءالله. نور که توبه ورنلې، که دې توبه ونه کړه، که دې منع ونه کړه، دا ملت مسلمان ملت ده، دا ملت یو ده، دا نظام یو ده، دا حد و وزر دی. لذا صدای مردم افغانستان این است: آی جوانان پاکستان، جلوی دولتتان را بگیرید که اگر نعوذ بالله در این جنگ هر کدام شما شرکت کنید، افغانستانی های عزیز جواب دندان شکن خواهد داد. شماری از جوانان شرکت کننده در این راهپیمایی نیز اعلام کردند که برای دفاع از کشور و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی آماده هر گونه فداکاری هستند. ما مردم افغانستان چی غریب کار هستیم یا هم چی رنگمال هستیم یا چی ورزشکار هستیم، در پشت بیرق امارت اسلامی افغانستان استاد هستیم. د دې حساب الله جل جلاله هم د سره کوي، خو دا افغانان د سره کوي، دا مجاهدین د سره کوي، دغه امت د سره کوي. انشاءالله چې یو وار کوي لس واره به در باندې کوو، که دې لس کول زر به در باندې کوو. این در حالی است که همزمان با غزنی باشندگان چندین ولایت دیگر کشور نیز با برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی حملات اخیر رژیم نظامی پاکستان را محکوم کرده و بر حمایت خود از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تاکید کردند.